به نام الله بخشنده و مهربان. قصه از یکی از زنان صدر اسلام، کلثوم دختر عقبه ابن ابی معیط. کلثوم رضی الله عنها در خردسالی اسلام را پذیرفت. پدرش یکی از آن 7 نفر سران قریش است که در جنگ بدر کشته شده به چاه انداخته شدند. سالها می گذشتند. کلثوم اسلامش را پنهان می داشت تا از پدر مشرک و ظالمش آزار نبیند، تا اینکه صلح حدیبیه بین مؤمنان و قریش در سال 6 هجری بسته شد. موافق یکی از بندهای این صلح، هر مؤمن از مکه به مدینه هجرت میکرد، خویشاوندانش از پی او رفته او را به مکه باز میگرداندند و فعلا چند نفر هم به مکه بازگردانیده شد. این هنگام و در این وقت سنگین برای مؤمنان مکه، کلثوم قرار گرفت تا به مدینه منوره هجرت کند. اما چگونه؟ با کی؟ کلثوم پروای این را نداشت و در یکی از شبهای آخری سال 6 هجری یکا و یگانه راه مدینه منوره را پیش گرفت. ایمان کلثوم رضی الله عنها چنان بالا رفته بود که 15 روز راه برای او هیچ مشقت ایجاد نمی کرد. کلثوم صحت و سلامت به مدینه منوره رسید. از پس او 2 دادرش نیز رسیده از رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردانیدن کلثوم را به مکه طلب کردند. شور بین صحابگان کرام برخاست. کلثوم که خود صاحب عقل و فهم سالم بود، به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: یا رسول الله، چگونه مرا به مکه باز میگردانید در حالی که من یک زن هستم و از دینم مرا مشرکان باز میگردانند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ساکت بود. این دم الله تعالی از بالای 7 آسمان ندای قلب کلثوم مؤمنه را شنیده، آیت‌های را نازل کرده، رسولش را امر کرد تا کلثوم را به مکه باز نگردانند، بلکه او را امتحان کند و داند که سفرش برای الله و رسولش است، پس از اقرار کردن او را واگذارد. آیت‌های 10 و 11 سوره ممتحنه. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله علیم حکیم. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، چون زنان مؤمنه که هجرت کردند از دار کفر یعنی مکه به دار اسلام یعنی مدینه به نزدتان آیند
پس آنها را آزمایش کنید تا از حقیقت ایمانشان آگاهی پیدا نمایید. الله به حقیقت ایمانشان آگاه تر است. پس اگر دانستید، یعنی از ظاهر حالشان، که ایمان آورده اند، آنها را به سوی کافران باز نگردانید. زیرا اینها، یعنی زنهای مؤمنه، در نکاح مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر نکاح آنها حلال نیستند و آنچه را که شوهران کافر در حق زنانی که به مدینه منوره هجرت کردند خرج کرده اند به آنها بدهید. و اگر آنها را نکاح کنید و مهرشان را بدهید، گناه بر شما نیست و زنان کافر خود را نگاه مدارید. و شما نیز ای مؤمنان هرچی خرج کرده اید به زنانی که از نکاح شما بیرون رفته اند، از مردان کافر خرج مهر را طلب کنید و آنها نیز هرچی صرف کرده اند در مهر آن زنانی که به نکاح شما در آمده اند از شما طلب کنند. این حکم الله است. الله میان شما حکم میکند، پس حکم الله را مخالفت مکنید و او دانا است، هیچ چیز بر وی پوشیده نمیماند و حکیم است در گفتار و کردارهایش. سبحان الله. یک سوره پره ممتحنه، یعنی آزموده شده، امتحان کرده شده نام گرفت برای آزمودن کلثوم رضی الله عنها. الله تعالی اخلاص کلثوم را قدر کرده آیاتهای نازل کرد تا یگان زن مؤمنه بعد از این به مکه بازگردانیده نشود. کلثوم دختر دشمن الله، یعنی دختر عقبه ابن ابی معیط است، آنی که در روی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم توف کرده بود، یعنی عقبه ابن ابی معیط، آنی که تا آخر عمرش دشمنی به اسلام ورزیده کافر از دنیا رفت. اما کلثوم رضی الله عنها اول به زید ابن حارثه حب رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد و پس از شهید شدن زید در جنگ معته سال 8 هجری به عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ازدواج کرده از او فرزندان دارد. کلثوم راضی شد الله تعالی از او سال 50 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشته است. رضی الله تعالی عنهم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.